سه دختر نورس در دهه باغستان نویه همدانی روز 22 ایون سال 2024 هنگام اوبوزی در یکی از کلوهای این دهه غرق شده فوت دیدند. یک منبع از ریاست کارهای داخلی منطقه کولوب در صحبت به رادیو آزادی گفت که این دختران مهمانی رفته بودند و در کل واقع در نزدیکی باغ بابایشان غرق شدند. این منبع از هلاک شده ها گلنازه نظرزاده 15 ساله، دلنازه نظرова 11 ساله و بصیرت حسین زاده 20 ساله نام برد. حادثه همان روز 22 میلیون در نصف روزی می شود. دخترها پای در هم باز می درآیند. حفظ خیلی چقور بوده است، غرق می شوند. چند ساعت بعد ساکنان از قضیه آگاه شده خانواده دخترها را خبردار می کنند. ملیسه هم آگاه شده به جای حادثه رفتند و خلاصه بعد نصف روزی جسد دخترها را از حفظ برآوردند. گفت همصحبت ما هلاکت سه دختر در نویه همدانی در حالی است که روز 20 ایون ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان گفت که در کمتر از 6 ماه آخر 40 حالت غرق شوی ساکنان به قید گرفته شده است که بر اثر آنها 17 نابالغ، 12 خردسال تا سن مکتبی و 11 جوان به هلاکت رسیدند. ملیس ختلان همان روز اعلام کرد که از روز 20 ایون سر کرده در ولایت عملیات نجات راه اندازی می شود. حالا طبق اطلاعات رسمی در حدود تاجیکستان از اول این سال 66 کس در رود و کلوهای جمهوری غرق شده جان باختند. 36 نفر آنها نورسان بودند. در این شب و روز طریق تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی اعلان می شود که مردم از آبازی در منطقه‌های ممنوع خودداری کنند. در شبکه‌های اجتماعی کارمندان ملیس ولایت ختلان دیده می شوند که مانع آبازی کودکان و نورسان در کل و رودخانه‌های خطرناک می شوند.